از همون سال که من 5 سالم بود اختلاف پدر و مادر من با هم شروع شد. اونجایی که مادرم میخواست بره آرایشگری یاد بگیره و پدرم به شدت مخالف بود. از همون 5 سالگی من چنان دعواهایی میشد که من بچه 5 ساله زانو بغل میکردم، بی صدا اشک میریختم و هیچ کس هم به من توجه نمیکرد. تا 14 سالگی این ماجرای دعوا ادامه داشت. از همون 5 سالگی شرایط باعث شد که من دچار افسردگی شدم. 5 سالگی شروع شد و الان که 60 سالمه هنوز من این افسردگی رو دارم. اون علائم افسردگی چی بود برای بچه 5 بغل کردن زانو، گریه کردن، تکون دادن پاها، نخندیدن، مدام توی فکر و خیال بودن که آیا پدرم مادرم چی میشن، دارن دعوا میکنن، به چه اتفاقی میفته. هیچ کس نبود که منو دریابه، به من آرامش بده، به من کمک فکری بده. در 14 سالگی من پدر و مادرم بالاخره از هم جدا شد. پدرم رفت زن گرفت، مادرم رفت شوهر کرد. برادرام رفتن ازدواج کردن، من موندم کوچکترین فرد خانواده. چند سالت بود؟ 14 سالم.